تذکری به عزیزانم بدم که حالا هرچند که امروزه دیگه این که فلانی حنفی است، فلانی شافعی است، فلانی مالکی است، فلانی حنبلی است، اینا دیگه چه تقریبا کمرنگ شده. با احترام به همه علمای بزرگ و همه مذاهب اسلامی، اون چیزی که ما باید روش مانور بدیم مسلمان بودنه. و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. چه حرفی نیکوتر از کسی که دعوت به سوی اسلام بکنه، به سوی خدا بکنه، دعوت به سوی خدا بکنه و بگه من از جمله مسلمان ها هستم، نه اینکه من حنفی هستم، من شافعی هستم، من فلان هستم، من فلان هستم. اونها علمای بزرگی بودن، در زمانشون خدمت کردن، پیروان خوبی دارن، مجتهد مطلق بودن، قدرت استنباط از قرآن و سنت داشتن، به درجه اجتهاد مطلق رسیده بودن، شاگردانی داشتن در زمان خودشون بعد از حیاتشون چه مذهبشون رو توسعه دادن. اما این نباید سبب اختلاف بشه. اگر جایی رفتید با مشکلی مواجه شدید تو عبادت، تو دین ایمانت، نیاز به سوال پیدا کردید، مثلا رفتی یک کشوری غیر از کشور خودت، غیر از یک کشور اسلامی، رفتی اونجا مذهبشون مالکی بود، رفتی مصر مثلا، یا رفتی مراکش، تونس، الجزایر، خب رفتی تو مسجد عالم بزرگی بود، تو حق نداری به اون عالم بگید که شما حنفی هستید یا شافعی، من یه سوال دارم. حق ندارید. و حق هم ندارید به اون عالم بگید نظر شما در این مسئله چیه. باید بگید جناب شیخ من یه سوال شرعی دارم، این مشکل برام پیش آمده، شما عالمید، جوابش چیه؟ معذرت میخوام جناب شیخ، مشکلی برای من پیش آمده، نظر شرع، نظر خدا و رسول خدا در این مسئله و این مشکل من چیه؟ خوب دقت کردید؟ نظر خدا و رسول خدا، نظر شرع. این ادب با خداونده. پس حق ندارید تو هر شهری رفتید مذهب تو مذهب اون عالم اونجاست. حق نداری بگی من حنفی هستم، من شافعی هستم. و وقتی میرید، من مثلا شافعی ام، رفتم پاکستان، رفتم هند، رفتم بنگلادش، رفتم تاجیکستان، هر کشوری که احنافن، ترکیه، اونجا اقتدا میکنم به یک امام حنفی جلوه. در مذهب شافعی باید مأمومم سوره حمد رو بخونه، ولی من اونجا اقتدا میکنم. در مذهب شافعی امام بعد از اینکه سوره حمد خودش خون توقف میکنه به اندازه‌ای که مأموم بتونه سوره حمد بخونه. در مذهب شافعی هم امام هم مأموم هر دوتا باید بخونن سوره حمد، ولی در مذهب احناف امام کفایت میکنه، تقبل میکنه، بلا فاصله سوره حمد که خوند امام توقف نمیکنه، بلا فاصله چه سوره بعدی میخونه رکوع میره. قنوت، ببخشید، نماز وتر به چند جهت و چند روش چه ثابت شده. یک این که در دو سلام بخونیم، دو رکعت جدا سلام بدیم، یه رکعت جدا سلام بدیم، این یه روشه، بیشتر شافعی مذهبا میخونن. روش دوم این که در یک سلام بخونیم با دو تا تشهد. یعنی چی؟ یعنی سه رکعت، مثل برادرمون ستار که میخونه الان، سه رکعت میخونه با یک تشهد، این هم یه روشه. قنوتش هم در وتر ثابت شده. حالا بعضیا قبل از رکوع میخونن، بعضیا بعد از رکوع میخونن. بعضی هنگام قنوت دستشون رو بلند میکنن، در مذهب احناف بلند نمیکنن، قبل از اینکه امام بره به رکوع قنوت خونده میشه، بعد میرن به رکوع. در مذهب شافعی چه؟ بعد از رکوع قنوت میخونن، دستشون هم بلند میکنن.
من شافعی مثلا رفتم زاهدان، مولوی عبدالحمید پیش نمازه، نماز وتر میکنه. به نظر شما من پشت سرش نماز میخونم یا نمیخونم؟ چرا بعضی از عزیزانمون وقتی شیخ زیایی یا شیخ فلان یا شیخ فلان اینجا پیش نماز قنوت نماز ود داره میخونه، صف خالی میکنن میرن خودشون تنها میخونن؟ اگه نماز شیخ زیایی باطله، نماز اونم باطله. اینا مسائل نیست که ما صف خالی بکنیم. همین صف خالی کردن یک حال و هوای اون جماعت رو به هم میزنه. تو یک مسائلی که آوانتاژ داره. خوب دقت بکنید، تو مسائل اختلافی کسی نمیتونه کسی رو محکوم بکنه. تو هر مسائل اختلافی که تو یکی از این مذاهب وجود داره کسی نمیتونه کسی رو محکوم بکنه، چون یه اصلی داره بالاخره. پس این مسائل رعایت بکنید. من چند تا خاطرات قبلا هم به شما گفتم. یه وقتی مسجد جامع همین سروق قدیمی شد، قبل از اینکه این کار بشه، یکی از پدرانمون خب سواد نداشت، خدا رحمتشون بکنه، تو نماز جمعه بود. قبل از نماز جمعه یکی از مهاجرین افغانمون آمد سنت بخونه، قبل از خطبه بود. خب اینا دستشون میذارن بالای، یعنی زیر نافشون. من دیدم که این پدرمون خب بی سواد بود، صف اول هم نشسته بود. حالا اون برادر مهاجرمون تو نماز بسته، رو به خدا ایستاده، بالاخره چه توی حالت خشوع و خضوع. این تو نماز آمد دو تا دستش به زور گرفت، بلند کرد، گذاشت رو سینه‌اش، رو شکمش. حالا من دارم میبینم. خب اونم خود دیگه افغان بود، تو نماز با قدرت آورد زیر. دوباره این رفت که ببره بالا، اینطوریش کرد. گفتم پدر جان ولش کن، چه کار داری میکنی؟ نمازشو به هم زدی، حالا دست نبنده، ببنده، رو سرش بذاره، هر کجا میخواد بذاره. اصلا چه کاری داره میکنی؟ یکی از علما تو یکی از کتاباش می نویسه که تو دانشگاه، یکی از دانشگاه‌های اسلامی، دانشجوها دیگه اونجا خود دیگه محقق میشن، میگه یه شافعی مذهبا شهادتین اینطوری میگیرن، شهاده دیگه ببخشید تو نماز، تو تشهد. خب احناف اینطوری بلند میکنن بعد میخوابونن یا دستشون آزاد میذارن. میگه تو نماز انگشت اون شافعی رو، اون یکی شافعی دست اینو می آورد بالا، این یکی دیگه برعکسه. خب این چه کاریه؟ تو همین شهاده چند تا ثابت شده. میتونی سیخ تا آخر نگه بداری، میتونی بیاری بالا بخوابونی، میتونی وقتی بالا آوردی آروم اینطوری حرکت بدی. این هم ثابت شده. حالا کسی که نمیدونم میگه این چه کار داره میکنه؟ این اعصابش خرابه؟ فکر میکنه کسی دستش میلرزه حتما اختلال اعصاب داره که دستاش میلرزه. نه بابا این سنته. یا وقتی از سجده بلند میشید، تو میتونید چند روش بلند بشید. شما دیدید بعضی مشت میکنن اینطوری فشار میدن رو زمین، بعضی دستشون اینطوری بلند میشن. خب بعضی فکر میکنن این چرا مشت میکنن؟ در بعضی روایات آمده که وقتی که از چه بلند میشی، از تشهد بلند میشی، پیامبر طوری بلند میشد مثل این که مثلا آرد و خمیر میکردن. آرد اینطوری خمیر میکنن؟ شما آرد و خمیر کردید؟ کی خمیر کرده؟ خب آرد معمولا اینطوری خمیر میکنن، این مشت میکنن میزنن تو آرد. آدم وقتی چیزی نمیدونه چه؟ جو نگیردش بالاخره یه چیزی وقتی چون خیلی چیزا تو نمیدونید، فکر میکنید که چون نمیدونید، مثل کسی که خودش گوشش سنگینه، نه ناشنوایی داره، دیدی وقتی با تو هم صحبت میکنی چقدر صداش بلند میکنه، فکر میکنه تو هم گوشت سنگینه. حالا این داستانه عدم العلم به شیء لا یدل علی عدمه. این که من چیزی نمیدونم دلیل بر نبودن اون چیز نیست. من نمیدونم. یه خاطر از پاکستان هم بگم.
ما رفتیم کراچی، تو صف مسجد نماز نرسیدیم. تو کراچی تو همه مساجدش تو پاکستان این کلاههای حصیری هست، کلاههای حصیری تو صف گذاشتن، دم در که وارد میشی همه گذاشتن، هر کسی یک کلاهی میذاره رو سرش میره تو چه نماز. ما خود رسیدیم اونجا چه؟ 2 تا خاطره البته دارم. خاطره اول این که ما خب رفتیم که بریم به جماعت برسیم، حواسمون نبود که حالا یک کلاهی هم اینجا خیلی حساس هم رو کلاه نگرفتیم، تو نماز ایستاده بودیم، یک دفعه یه چیز تق آمد رو سرمون اینطوری احساس کردم که همین کلاه حصیری من فراموش کردم. یه برادر پتانی چه محکم زد رو سرمون دیگه. من خب فهمیدم که این کلاه نپوشیدم، خب پذیرفتیم دیگه. اونجا دوباره تو پاکستان همینطور چه احناف آمین سر میگن، وقتی امام میگه ولی ضال میگن تو دلشون ولی بیان نمیکنن. شافعی ها بلند میگن. خب همه حنفی بودن تو مسجد تو پاکستان. امام گفت ولی ضال، ما 2 نفر 3 نفر بودیم، ما 3 نفر گفتیم دیدیم هیچ کس نیست، فقط خودمون 3 نفریم. یعنی کسی دیگه آمین نمیگه. یعنی این مسائل آدم وقتی سفر میره، وقتی مذاهب مختلف میینه، چشمش دلش باز میشه، میدونه که چه خبره. اینا مسائل جزئیه، یا بسم الله سر گفتن یا جهر گفتن مشکلی روش مترتب نمیشه. همدیگر رو تحمل بکنیم، چیزهای کلی که نیاز هست اطلاعاتمون رو بالا ببریم، عجله نکنیم. البته هممون دچار این مشکل میشیم، فرقی نمیکنه فلانی شیخه فلانی فلانه، نه، هممون عجله میکنیم تو خیلی چیزا و خیلی وقتا این خوب نیست. خب برای همتون آرزوی موفقیت دارم. اگه حیاتی باقی موند و تمدید شد و توفیق هم حاصل شد، انشالله شب دیگه در خدمتتون هستیم. شاید هم فردا عصر اگه بالاخره حیاتی باقی شد و توفیقی حاصل شد. جزاکم الله خیر. برای همتون آرزوی موفقیت دارم، التماس دعای خیر از همتون دارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند باشید. جزاکم الله خیرا. بسم الله.